آقای یاوری، من مدام مادر شوهرم توی زندگیم دخالت میکنه. واقعا دیگه خسته و کلافه شدم. به نظر شما چی کار کنم؟ خب ببینید عزیزم، شما نباید اجازه بدید کسی تو زندگیتون دخالت کنه. اولا تو این مورد به خصوص همسرتون باید به خانواده‌اش، چه مادرش چه اقوام دیگه، اجازه دخالت توی زندگی شما رو به هیچ وجه نده. و در عین حال اینکه خود همسرتون هم حق دخالت نداره، چه برسه به اطرافیان و فامیلاش. شما با همسرتون در واقع شریکی توی زندگی، هیچ کدوم نسبت به اون یکی برتری ندارین. پس بنابراین وقتی که کسی به خودش میخواد اجازه بده دخالت بکنه، شما میتونید از طریق همسرتون تذکرهای لازم رو بهش بدید که حد و حدودش رو بدونه تو چه مرزی باید قدم برداره. و همینطوری که شما نمیتونید برای اون تعیین و تکلیف بکنید یا توی زندگی مادر همسرتون دخالت بکنید، ایشون هم هیچ حقی نه قانونا نه شرعا نداره که بخواد توی زندگی شما دخالت بکنه. پس در درجه اول به طور محترمانه به نظر میرسه که شما به همسرتون بگید که ایشون حد خودشونو بدونن. ولی اگر رعایت نکردن، خودتون میتونید در واقع بهشون بگید که حد و حدود تو اینه و نمیتونی خارج از این برای من مسئله و مشکل ایجاد بکنی و باعث ناراحتی من بشید. اینه که در واقع این خودتونید که از حق و حقوقتون باید دفاع بکنید. ببینید همسر شما در درجه اول چه به مادرش چه به خواهر چه به اقوام دیگه باید در واقع توضیح بده که شما اگر میخواید ارتباط مستمری با ما داشته باشین، باید که در درجه اول احترام همسر منو حفظ کنید، وگرنه اینکه رابطه ما به خطر میفته و باعث میشه که خب رابطه‌مون سردتر و سردتر بشه. و اگه رعایت نکنید، در نهایت اینه که رفت و آمدمون با هم قطع بشه. آره، در واقع باید ما خودمون تلاش بکنیم که حد و مرزمون رو با اطرافیانمون تعیین بکنیم تا کسی به خودش اجازه نده که سعی بکنه تو زندگی ما دخالت بکنه. اگه شما مسئله‌ای تو این مورد با خانواده همسرتون دارین، حتما تو کامنت برای ما بنویسین تا به طور کامل براتون توضیح بدیم.